بود روز جمعه من. خب بس ولش کنید. خورشید بودم، نمیدونم چطور باید توصیفش کنم. آره و به خاطر همین خواستم که این لحظه ها رو با شما هم به اشتراک بذارم. سلام علیک. هلا دقة جوچار. سهر بلبل باز کن چشاتو. نمیتونم. یه ذره. بریم سایه میندازم. یه ذره. باز کن چشاتو. باز کن چشاتو. گولی. آره بعد بخواب. نه باز کن. باز کن. باز کن چشاتو. باز کن. باز کن. عجب سایه ننداز. باز کن. باز کن. وایسا. مهدی پاشو. نه. کور میشی یا؟ دستو بردار. بردار. بس کن باز کن. دست کن. باز کن دیگه. خب بس ولش کنید. از چی؟ سلام به شما از کنار درخت به. حالتون چطوره؟ هفته‌تون چطوری گذشت؟ آخر هفته‌تون چطور بود؟ من که تقریبا خوبم. این هفته اولین هفته‌ای بود که ما طبق هر سری طبق معمول اومدیم شهرستان و دیگه عزیزم نبود و خیلی عجیب بود. انگار همه چیز دست به دست هم میده تو یهویی عادت میکنی به نبودن یک عزیز و یهو دیگه مثلا اون شوکه بهت وارد نمیشه که نیست، چه عجیب. میدونی انگار دیگه واسه عجیب نیست. البته من هر بار انگار که منتظرم برگرده، چون فکر میکنم رفته مسافرتی جایی، ولی حقیقت اینه که اون سفر بی بازگشته.
قبول کن زهرا، ولی واقعا جمعه دوست داشتنی داشت. در واقع آخر هفته‌ای که میام خونه مام بزرگم همینطوری آروم و قشنگ میگذره. سعی میکنم که در سکوت بگذرونم یا در کنار چیزایی که دوستشون دارم، آدمایی که دوستشون دارم، کتابایی که دوستشون دارم، آهنگایی که دوستشون دارم، حرفایی که دوستشون دارم. خلاصه امیدوارم که این هفته واقعا هوا سرد و بارونی و پاییزی و جالب باشه که بتونیم لباس گرم بپوشیم و بمونیم تو خونه و همزمان که داره بارون میباره ما خواب خوش ببینیم. من لبه بالکن نشستم و هر لحظه احتمال اینکه سقوط کنم هست. شبیه خونه درختی میمونه اینجا. همیشه آرزوی اینو داشتم که یه خونه درخت داشته باشم. کاش خورشید بودم، کاش درخت به بودم. بهاش تموم شده. خب واسه همین بوی خوش قبلو نداره، ولی خیلی قشنگه. الان خیلی لحظه های ساده ای رو دارم میگذرونم خب، ولی واقعا واسم حس قشنگی داره، میدونین، و احساس میکنم که خوشبخت ترین آدم دنیام تو این لحظه ها. نمیدونم چطور باید توصیفش کنم. آره، و به خاطر همین خواستم که این لحظه ها رو با شما هم به اشتراک بذارم. اگه واقعا شما هم حس خوب گرفتین لایک کنید ویدیو رو. این بود روز جمعه من. تا بعد، هفته بعد فعلا خداحافظ. دعا کنی فردا تعطیل شه. بچه ها این درختی که میبینید تقریبا 5 برابر من سن داشت، اما چند هفته پیش قطعش کردن. چرا واقعا؟ بعد من همیشه اینو شبیه صورت یک آدمی میدیدم، اینم شبیه یک چشمه. خیلی بلند بود، این قشنگ تا اون بالاها بودش. فیلمشو دارم وقتی که داشت قطع میشد. تا حالا قطع شدن این درخت از نزدیک ندیده بودم. اینم جزء تجربه های تلخمه. میذارم براتون در ادامه. ای وای، اللهم صل على